طبق آخرین گزارشی که در جلسات مطرح شد یه بازه زمانی 4 ماهه برای مرمت و آماده سازی کامل چمن ورزشگاه مورد نیاز بود و این بازه زمانی الزام آور بود که البته یه حدود 3 هفته تا 4 هفته از این بازه زمانی گذشته چون کار رو شروع کردن، ولی یه بازه زمانی 3 ماهه دیگه نیاز بود. خب توی جلسات بنده به نمایندگی از باشگاه بزرگ تراکتور خدمت عزیزان عرض کردم که ما اگر بخوایم که این بازه زمانی رو لحاظ بکنیم مسابقات بسیار حساسی رو در پیش رو داریم که از دست خواهیم داد، ضمن اینکه ما الزام داریم طبق مصوبات AFC بازی های لیگ قهرمانان آسیامون رو در ورزشگاه یادگار امام انجام بدیم. با توجه به اینکه پیش بینی میشه با انجام این مسابقات شاید طبق گزارشات کارشناسی به چمن ورزشگاه آسیب وارد بشه، با لطف و مرحمتی که جناب آقای زنوزی مالک محترم باشگاه داشتن، ما برای اینکه خدا نکرده خسارتی از طرف باشگاه به بیت المال وارد نشه و هزینه ها و زحماتی که در این استادیوم اتفاق افتاده به هر حال خدشه‌ای بهش وارد نشده، خدمت دوستان گفتیم که این مسئولیت رو قبول میکنیم، این خسارت احتمالی رو باشگاه قبول میکنه تا بتونیم که بازی حساس رو در استادیوم یادگار امام داشته باشیم. و خب با لطفی که دوستان داشتن و مجموعه کمیسیون ورزش استان داشت این مسئله مورد موافقت قرار گرفت و به اتفاق ریاست محترم اداره ورزش و جوانان استان جناب آقای مقصودی این تفاهم رو انجام دادیم که انشالله این اتفاق بیفته و من از همینجا خدمت هوادارهای خوبمون این مژده رو میدم که انشالله بازی ما در جام حذفی با تیم پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام برگزار خواهد شد و بازی آسیاییمون با الدوحیل هم به همین شکل و امیدواریم که اگر بتونیم که وضعیت چمن رو به شرایطی که هست که خیلی هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده نگهداریم، بازی‌های بیشتری هم رو اونجا برگزار کنیم با توجه به اینکه به هر حال جرایم انضباطی خصوصا در مسابقات بین‌المللی میتونه برای ما عواقب سنگینی داشته باشه و به هر حال محرومیت ها رو برای ما در پی داشته باشه و ما رو از خیلی از امتیازات محروم بکنه. تمام اون مسائلی رو که تا الان رعایت کردن با شدت بیشتری انشالله رعایت بکنن و ما بتونیم از ورزشگاه یادگار امام به عنوان میزبان مسابقات به بهترین شکل بهره برداری کنیم.